خیر بده کسی که همین گاز مفت اختراع کرده که ما از فیسبوک دیدیم، باز هم در فیسبوک مندازیم، خود ما درست کردیم. هر کس میتونه از این گاز مفت که هیچ مصرف نداره استفاده بکنن. دوستان عزیز، فقط از این پیپ کار داره 4 متر یا 5 متر که متر 6 روپه 7 روپه است. فقط 2 تا از این بوتلکا کار داره. اینی پیپ هایی که پف میکنن باد میره پف کو. ای از این جا آمده رفته در انتهای تیل. بس یک قسمت از این یک پیپ دیگه از این قسمت آمده انتهای آب رفته. باز این از این قسمت از این بالای از این پیپ آمده رفته به اجاق. فقط باد میخواه که میتونه از تیر موتر هم استفاده بکنه، از ماشینه که هوای چیز هم استفاده بکنه که موتر چیز میکنه هوا میته. این یک ماشینه که دیگه ما گرفتیم که اینا میتونه از یام استفاده بکنه. از یام بهترین راهش فقط اینه که اینمی به اندازه یک پفی که کیدان میکنه میتونه گاز استفاده بکنه. این مقا باد کار داره پف کنه واسه این چیز دیگه کار نداره، فقط باد کار داره. تحریک کنه امی چرا تیله. باز از اوجه ای پیپ که از این جامده ای را تحریک کنه، بعد از این بالا هوا را میگیره گاز تولید میشه. دوستان عزیز، هر کسی را میتونه این اختراع را برش معلومات بتین. صدقه جاریه است. سلامت و بخیر باشید. این قیمتی های گاز 1 کیلو گاز 90 روپه یا 86 روپه است. این را میتونه مفت 1 لیتر تیل یا 2 لیتر تیل میتونه که 40 ساعت 50 ساعت